سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت تمام بیننده های عزیز برنامه جواهر. باز هم یک هفته سپری شد و ما و جمعی از همکاران ما خدمت شما قرار داریم. امیدوار هستم همتان صحتمند باشید و هفته سپری شده را با خوشی و عافیت کنار خانواده هایتان سپری کرده باشین. موضوع بحث امروز برنامه خودتان وقت و مدیریت آن است و قسمی که همه میفهمیم مدیریت زمان مهارتی است که هر عقل سالم متوجه این می شود که با آن می توان از عمر خود و زمانی که ما در این دنیا در اختیار داریم بهره درست بگیریم و بهترین استفاده را بکنیم. و قسمی که همه ما شنیدیم که میگن وقت طلا است و حتی وقت بالاتر یا ارزش وقت بیشتر از طلا است، چرا که وقت طلا را کسی از دست بده میشه دوباره به دست آورد، ولی وقتی ما وقت خود از دست میدیم یا وقت خود ضایع میکنیم دوباره نمیتونیم وقت خود به دست بیاریم. بنان در این بحث بانو زهره همایونی مهمان ما هستند که ایشان دانشجوی رشته تفسیر و حدیث در ماستری هستند. خیلی خوش آمدین بانو زهره، بسیار زیاد تشکر که تشریف آوردین و به ما وقت دادین و چقدر خوب که شما یکی از مهمانای ما هستین که مطابق با موضوعتان خیلی خوب عمل کردین و وقتتر تشریف آوردین. خب پیش از اینکه بریم به بودهای دیگه مدیریت وقت و چگونگی تنظیم و اداره وقت، بیاین اول بر ما بگوین که خود وقت چی است؟ چرا میگن وقت طلاست؟ به نام خداوند بخشاینده و مهربان، عرض سلام دارم خدمت شما و هموطنان گرامی که ما را بیننده هستند. علیکم سلام. امید که خوب و صحتمند و سرحال باشند. شمیم جان، وقت، راجع به وقت صحبت کردین، پرسیدین. وقت قسمی که زندگی برای ما خوشایند است، همین قسم وقت هم زندگی است. به خاطر از اینکه انسان نمیتونه که بدون وقت خود زندگی بکنه و وقت که است خودش مقیاس پیشرفت یک انسان می باشه و حتی گفته میتونیم که مقیاس پیشرفت امتها نیز وقت بوده. و قسمی که شما در لابلای صحبت هایتان گفتین که وقت طلا است، از نظر بنده هم بله وقت طلا است، اما طلا از طلا هم کده بالاتر است، بیشترتر است. به خاطر از اینکه طلا پیدا میشه اما وقت دوباره نمیه و پیدا نمیشه، کمیاب است. وقت خودش سرمایه است. انسانی که وقت خود را ارزش درک کنه بفهمه هیچگاه این وقت را از دست نمیده، بلکه کوشش میکنه که این وقت خود را در چیزهایی که با ارزش است، مفید است، او را استفاده بکنه در اون چیزها. و قسمی که امتهای گذشته بودن که اونها بالاخره سرانجامشان امی شکست بود و می خاطر بود که از وقتی که خداوند متعال برشان داده بودن درست استفاده نکردن و سرپیچی کردن. ما می بینیم که از اونها در قرآن کریم یاد شده، در سوره های مختلف، در جاهای مختلف یاد شده، خداوند متعال از اونها نام گرفتن. پس چیزی که انسان، چیزی که اسلام از انسان میخواه امی است که ما که یک مسلمان. بانو زهره، به بود ارزش وقت از لحاظ دینی ما میاییم به سوالای بعدی ما، ولی قسمی که میبینیم همه برنامه های زندگی ما مطابق با زمان و وقت تنظیم میشه. پس چی کار بکنیم که وقت خود درست تنظیم بکنیم؟ یا مثلا بعضی از ماها هستیم، بعضی از انسانایی را ما همین دیدیم، مشاهد هستیم که مدیریت درست در وقت خود دارن ولی وقت خود به فعالیت های ضایع میکنن یا تنظیم میکنن که فعالیت موثر نیست یا مفید نیست. پس ما وقت خود چگونه تنظیم بکنیم و به کدام فعالیت ها تنظیم بکنیم که واقعا ارزشش داشته باشه؟ وقت خود ما میتونیم که صرف چیزهایی بکنیم که مفید باشه برای ما، نه چیزهایی که وقت خود او هدر بکنیم و هیچ چیز هم از اون نگیریم. هم قسمی که شما یادآور شدین وقتی که ماها که مخصوصا
خانم ها بیشتر و خواهرها که در خانه می باشند بیشتر از کمبودی وقت شکایت میکنن و یا میگه خواهران که مثلا در بیرون کار دارن مصروفیت دارن بیشتر از کمبودی وقت اینا شکایت میکنن. به خاطرش دلیلش امی است که اونا پلان و تقسیم اوقات منظم به خاطر همین وقت خود ندارن. در صورتی که اگه اینا تقسیم اوقات منظم داشته باشن، پلان منظم داشته باشن، میتونن که وقت خود به بهترین وجهش تنظیم بکنن و از او استفاده بکنن. اینا رو میایم سر چگونگی از اینکه ما چگونه خیلی وقت خود را باید تنظیم کنیم. ما میتونیم که در قدم اول ما باید عزم داشته باشیم، اراده داشته باشیم، مخصوصا که وقت خود را درست بتونیم اداره بکنیم. در قدم دوم کارهایی که برای ما اولویت داره اونا را باید درجه بندی کنیم و درست بکنیم میشه. و در قدم سوم اجرا و تعقیب کردن اینمی پلان ها هست که ما میتونیم که پلان ها را در وقتش انجام بدیم و یا خیر. اینا نکات هستن که ما میتونیم که از وقت خود بهترین بهره را ببریم. و قسمی که پیش هم گفتم حالا هم یادآور میشم که وقت خود را باید صرف چیزهایی بکنیم که برای ما مفید است، هم در زندگی دنیوی ما و همچنان در زندگی اخروی ما. بدون شک که به هر فعالیت از همه پیشتر و بیشتر اراده ضرورت است و نمیفهم شما در این مورد چی نظر دارین، ولی از بعضی از مطالعات و بعضی از نظرات دانشمندان را که من مطالعه کردیم میگن که یکی از عواملی که ما میتونیم خیلی خوب وقت خود تنظیم بکنیم این است که نگفتن یاد بگیریم. یعنی به هر فعالیتی که مفید نیست و وقت ما را ناحق ضایع میکنه، ولو اگر بهترین دوست ما هم باشه و بخواد که فعالیت انجام بدیم باید نبگوییم، که متاسفانه این نگفتن در جامعه ما و بین ما زنها خیلی مروج نیست، که خدا کنه این نگفتن ما مروج بسازیم. خب زهره جان، قسمی که همین ما میفهمیم در باره مدیریت وقت و ارزش وقت همگی سخنهای مختلف گفتن، به صورت دقیق بیاین از بعد دینی در این مورد صحبت بکنیم که دین ما، اسلام عزیز ما در مورد وقت و تنظیمش و ارزشش چی نکته هایی را بر ما یادآور شده. راجع به وقت دانشمندهای غرب و شرق گفتنی های خود را گفتن. بعضا گفتن که وقت طلا است و بعضا وقت را از الماس هم گرانبهاتر گفتن. اما دین اسلام وقت را پیش از اینکه اینا بیاین چیز راجع به وقت بگوین، دین اسلام وقت را خودش ارزش دادن. قسمی که خداوند متعال در قرآن کریم سوره عصر میفرمایند والعصر ان الانسان لفی خسر، که قسم به زمانه که انسان در زیان است. و از امی خودش نشان دهنده امی است که خداوند متعال ارزش وقت را دیگه بر ما بیان کرده. و ما این را میدانیم که خداوند متعال به چیز قسم یاد نمیکنه مگر اینکه او ارزش داشته باشه و وقت ارزش داره. به خاطر از اینکه انسان وقتی که وقت خود را که هدر داد به این معنی است که عمر خود را هدر داده. قسمی که حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم میفرمایند که در روز قیامت پای انسان از جایش تکان نمیخورد تا وقتی که از عمر او سوال میشه که عمر خود در چی راهی صرف کرده، جوانی خود را در چی راهی صرف کرده و همچنان علم را که او به دست آورده چی اندازه‌ش عمل کرده و جسمش به چی اندازه و به چی چیز پوسیده ساخته. پس از این احادیث شریف همچنان از آیه های قرآن کریم معلوم میشه که وقت ارزش بسیار زیاده داره که خداوند متعال هم تاکید بیشتر کردن. و همچنان در سوره الفجر میبینیم که خداوند متعال بر صبحگاهی قسمیت کردن. این نشان دهنده خود ارزش وقت است که چقدر وقت در دین مؤمن اسلام ارزش خاص داره. همچنان میشه اشاره بکنیم به سوره فلق که در سوره هم اشارهش صورت گرفته به وقت و بدون شک نکاتی که در قرآن کریم و احادیث نبوی ذکر شده تمامش دلالت میکنه به چگونگی تنظیم وقت و ارزش وقت. و همچنان یکی از سوره هایی که شما هم یادآور شده این سوره عصر
که خداوند یاد میکنه و قسم میخوره به وقت، به عصر و اشاره میکنه که تمام انسان ها در خسران و زیان هستند مگر کسایی که عمل نیک انجام میتن و همدیگه خود به صبر و حق توصیه میکنن. بسیار خوب بانو زهره، سوالای بعدی ما هم ادامه داره بحث ما. بیننده های عزیز، حالا یک وقفه کوتاه داریم، دوباره برمیگردیم، با ما همراه باشید. دوباره خوش آمدین و برنامه خود شما، برنامه جواهر، روی بحث موضوع وقت و مدیریتش جریان داره و در قسمت اول درباره وقت، چگونگی تنظیم وقت صحبت کردیم و زهره همایونی مهمان ما هستند در این بحث. زهره جان، چرا بعضی از افراد میتونن وقت خود بسیار خوب تنظیم بکنن ولی بعضی از افراد نمیتونن یعنی تنظیم درست داشته باشن؟ فرق بین دو طبقه از مردم چی است که بعضی ها میتونن بسیار خوب وقت خود به فعالیت های خوب تنظیم کنن و بعضی ها نمیتونن؟ بسیار خوب. کسایی که میتونن که وقت خود درست تنظیم بکنن به خاطر این است که اهتمام توجه خاص دارن و ارزش وقت را درک کردن. به این خاطر است که اونا میتونن که وقت خود را تنظیم بکنن. و اما افرادی که نمیتونن که وقت خود را منظم کنن یا که تنظیم بکنن، به این خاطر است که اولش ارزش وقت را درک نکردن و همچنان پلان و تقسیم اوقات منظم ندارن برای وقت خود. به این خاطر است که نمیتونن که از وقت خود درست استفاده بکنن. مثلا یکی از عواملی که باعث شده که جوانای امروز ما نتونن که وقت خود درست مدیریت بکنن، مصروف شدن و زیاد استفاده کردن از فضای مجازی هست که یکی از دلایلش هست. مثلا یک جوان ما رو ببینید که پیش از 9 ساعت در ظرف 24 ساعت که ما داریم، پیش از 9 ساعت اون مصروف فیسبوک است و گوگل و تلگرام و واتساپ و این چیزا. این فضای مجازی هست و همین قسم به خاطر از اینکه بیشتر وقت خود با رسانه ها سپری میکنم. مثلا از صبح که بلند میشه تا وقتی که خواب میکنم فقط سریال ها و برنامه های متصل که اصلا دیدن اونا هیچ ضرور نیست به یک جوان امروزی ما. مصروف اونا هست. نقش خود رسانه ها هم بسیار واقعا زیاد تاثیرگذار است به خاطر اینکه یک جوان بتونه که وقت خود را بیهوده صرف کنه. مثلا یک رسانه هست که بسیار برنامه‌هایی داره که بیهوده است و غیر ضروری است، لازم نیست دیدنش، مانند همین سریال هایی که اصلا قابل دید نیستن. اینا کلا یک برنامه هستن که غیر ضروری است، اما یک جوان ما پای از این برنامه ها میشینه 6 ساعت 7 ساعت و حتی بیشتر از 10 ساعت میشینه و برنامه ها رو میبینه. اون یک رسانه ما هست که تاثیر خوب خود هم داره. رسانه ما هست که برنامه های بسیار خوب آموزشی دینی پخش میکنن. استفاده کردن از این برنامه ها مفید است. حتی میتونن که در تنظیم وقت خود قسم برنامه ها را جاگزین بکنن و استفاده بکنن. مثل تلویزیون هلال. مثل تلویزیون هلال. بله. خب شما یاد کردین از رسانه ها. طبیعی است که رسانه ها تاثیر بسیار زیاد بالای زندگی تمام افراد داره و رسانه های دیداری و شنیداری تا 90% الی 100% میتونه تاثیر گذار باشه و بدون شک قسمی که شما یاد کردین اگر ما رسانه های داریم که برنامه های مفید بیشتر تقدیم نمیکنن، رسانه های هم داریم که خیلی برنامه های مفید دارن، ولی بازم یک تنظیم و هماهنگی درست باید در هر دو صورت بگیره. درباره خانواده ها، مثلا درباره مجالسی که بین خانواده ها گرفته میشه، دید شما یا دید عام بر چی است که این مجالس چگونه باید تنظیم شوند که از جلوگیری شود از اینکه وقت مضایع شود یا وقت ما به یک چیزی که اصلا مفید نیست باید ضایع نشه؟ مجالس ما چگونه باید تنظیم شود که در وقت مضایع نشه؟ سوال واقعا دقیق و بجا بسیار عالی.
متاسفانه اکثر خانواده های عزیز ما که هستن مجالسشان که هست مجالس غیبت می باشن، بیشتر گله و شکوه و غیبت که فلانی سیالی من نورد، فلانی قسم که خانی فلانی من رفتم قدر عزت مرا نکرد، و یا می که مثلا دختر فلانی رو دیدی که چه قسم امروز لباس پوشیده بود، با چی لباس رفته بود. متاسفانه اکثرا امی مجالس خانگی ما یا خانوادگی ما که هستک سر اینمی گپا هستک، در حالی که ما مجلس خانوادگی گرفتن بسیار زیاد زیبا هستک، در صورتی که ما معیارهایی را که بر مجلس هست او را مد نظر بگیریم. مثلا این مجلس خود ما میتونیم که به خاطر یک موضوع دینی را انتخاب بکنیم روش بحث بکنیم. مالکلان در مجلس نشسته میتونن که از دوران قدیم یاد بکنه که دوران قدیم چی دوره‌ای بود، چی چیزهایی بود، و هم قسم پدر و مادر میتونن تجربه های خود برای فرزندان خود شریک بسازن. یک ارزش اخلاقی میتونن که در مجلس خود یاد بکنن، یادآوری بکنن، میتونن که صفات های خوب مردم در بین خود اینا یاد بکنن، و در این حال وقتی که این کار میکنن میتونن که یک بازی، یک سرگرمی، یک تفریح را درست بکنن که او آموزشی باشه. از این راه ها هست که ما میتونیم که مجلس خانوادگی خود را بهتر و خوبتر بسازیم و ازش بهتر استفاده بکنیم. درست. و همچنان یک مسئله که خیلی مهم است بحث رخصتی ها و ایام زمستان هست که قسمی که میفهمیم نظر به آب و هوا و اقلیم افغانستان در زمستان مکاتب و پانتون ها رخصت می باشند. پس چی توصیه های وجود داره، چی روش های وجود داره که در زمستان محصلین و متعلمین ما بتانند که از این تعطیلات زمستانی خود به طور درستش استفاده بکنن که وقت خود ضایع نکنن و همچنان مفید واقع شود برشان رخصتی؟ به خاطر اینکه که زمستان است و ما شما می‌بینیم که زمستان اکثرا خود مکاتب دولتی و پانتون ها و حتی مکاتب خصوصی هم رخصت می باشند، پس متعلمین ما و محصلین ما وقت بسیار فراغ دارن به خاطر اینکه بتونن ازش استفاده بکنن. در این ایام میتونن اینا وقت بدن بر عبادات فردی خود را بیشتر بسازن، اشتراک در مجالس خانگی خود را دمی ایام داشته باشن، مطالعه داشته باشن، هم مطالعه در قسمت اگه محصل از رشته خود داشته باشه، هم مطالعه بیرونی میتونه که داشته باشه و هم قسم مطالعه ما در مضامین خود درس های خود میتونه که ویدیوهای کلیپ های آموزشی که از او استفاده بکنه و درس ها و کتاب های خود را که برای سال آینده است آمادگی بگیره، بخونه، با یک آمادگی خاص بره به مکتب خود و در جریان فراموش نشه که حتی میتونه برای ورزش هم در وقت پلانی که برای وقت خود داره، تقسیم اوقاتی که برای وقت خود درست میکنه جای بده. و در پهلوش به خاطر از اینکه امی درس ها و مطالعه برش سنگین نشه، بر تفریح خود میتونه که ویدیوهای آموزشی رو ببینه، برنامه هایی که جالب و دیدنی باشه، که پند آموز باشه، عبرت دهنده باشه، میتونن که استفاده بکنن. و همچنان در کارهای خانه میتونن که سهیم شن با خانواده خود، با پدرجانشان، با مادرجانشان، و اگر در کدام کار، در کدام صنعت دست بالایی داشته باشه خب بیخی بهترتر است. میتونه که یعنی در جریان زمستان خصوصی که رخصتی است، در ایام رخصتی میتونه خلاقیت هم از خود نشان بده و از وقت خود بهترین بهره رو ببره. خب قسمی که شما در لابلای صحبتایتان یاد کردین از داشتن تقسیم اوقات منظم و درست، این تقسیم اوقات منظم و درست چگونه تنظیم بکنن؟ با کدام معیارها باید تنظیم شود؟ قسمی که یادآوری کردین که باید در کار خانه باید به خاطر فعالیت‌های ذهنی، مطالعه، رسانه ها باید همه اینا را استفاده بکنه یک جوان. این تقسیم اوقات درست چگونه تنظیم شود؟ و در رابطه با موضوع امروز ما سخنهای آخرتان هم میشه باز در ادامه جواب سوال ارائه بکنین. خب این تقسیم اوقات را میتونه که قسم درست بکنن نظر به ما اولویت، چیزی که اول اولویت داره. طبعا وقتی که ما صبح از خواب بیدار میشیم
دین اسلام ما هم برای مسلمان ها تقسیم اوقات داره. صبح با یاد کردن خداوند متعال بلند میشه، 5 وقت نماز خود در روز میخونه و خلاصه خوردنش نوشیدنش همیش از خود اوقات معین داره. پس همین قسم ما اوقات خود را از طرف صبح با ذکر یاد خداوند متعال میتونیم شروع بکنیم. بعد از او در کارهای خانه، اگر در خانه هستیم میشه که در کارهای خانه سهیم باشیم و لیست بگیریم که مثلا امروز باید چی کار را باید من بکنم، چی کار را باید انجام بدم. و بعد از او هم مطالعه کردن است که میتونن که مطالعه بکنن و یا می که با درس های خود جای بده تقسیم اوقات خود و در عین حال از طرف شب، بخاطر که شب وقت هست که فامیل ها همیشون جمع می باشن یا هم میتونن که باز بر برنامه هایی که آموزشی است وقت بتن. در اینی ساعت من برنامه میبینم، در اینی ساعت باید من درس ما بخونم و در اینی وقت روز باید من در خانه سهیم باشم و در عین حال با اجتماع هم در اینی وقت باید سر کار داشته باشم. و ما نمیگیم که از فضای مجازی هستن استفاده نکنن، بلکه استفاده بکنن اما اندازه‌ای که ضرورت هست. بیشتر از او استفاده نکنن که خدا نخواسته وقتشون هدر شود. و همچنان شما که یک دانشجوی ماستری هستین، برای جوانا، برای متعلمین، محصلین و حتی همگی چه پیام دارین در رابطه با ارزش وقت و مدیریت وقت؟ ممنون. پیام ما برای من حیث یک دختر مسلمان، برای خواهرای مسلمان ما و در کل برای جوانها و بالاتر از او که برای من، برای تمام امت مسلمه امی است که از وقت خود استفاده درست بکنن. بخاطر که وقت آب نیست که بره و مثلا باز ما آب دمش بگیریم و بیاریم شه. پس این وقت گرفت دوباره پس نمیآید. وقت سرمایه است. پس از این سرمایه خود کوشش بکنن که بهترین استفاده را بکنن و با وقت خود معامله خوب بکنن. و در قسمت خود از اینکه تقسیم اوقات خود دنبال بکنن سخت کوشا باشن. اول مثلا با یک میتونن که یک پلان سالانه درست بکنن، بعد از پلان ماهوار، هفتهوار، روزانه، در کل با این ترتیب میتونن که تقسیم اوقات وقت خود را به درستی پیش ببرن و وقت خود به درستی مدیریت بکنن. پیام ما امی بود که ارزش وقت را بدانند و از او درستی استفاده بکنن. خیلی تشکر تشریف آوردین بانو زهره و شما هم از این وقت گرانبهایتان به خاطر برنامه ما دادین. سلامت باشین. امیدوار هستم که هیچ مجلسی از جوانای ما، از مؤمنین مجلس نباشه که عاری از مفاد و معصیت باشه، به خاطر که مؤمن باید در هیچ مجلس شرکت نکنه یا حضور نداشته باشه که اون مجلس بدون بغیر از مفاد معنوی بر از او تمام شود. و به امید از که همه ما به وقت خود ارزش بدیم و وقت خود به خاطر فعالیت‌های مفیدی که واقعا ارزشمند است سپری بکنیم، به خاطر که وقت واقعا چیزی است که وقتی از دست بدیم قطعا اون رو دوباره به دست آورده نمیتونیم. خب وقت برنامه ما تمام شد. تا هفته آینده که ما و همکارای ما خدمت شما قرار میگیریم، همینطور به الله متعال امانت میکنم. خداوند حافظ و نگهدارتان باشد.